اینفانتینو پس از انتخاب مجدد به عنوان رئیس فدراسیون جهانی امروز در یک کنفرانس خبری پاسخگوی رسانه‌های مختلف بود. رئیس سوئیسی فیفا ابتدا حسابی از خجالت اروپایی در اومد و پاسخ انتقادات حقوق بشری اونها از قطر رو اینطور داد: وقتی این انتقادها رو از طرف اروپایی‌ها دیدم تعجب کردم. وقتی بچه بودم با خانواده‌ام به سوئیس مهاجرت کردم. اون موقع عمیقاً تبعیض و بی‌احترامی رو حس کردم. این اتفاقات تلخ برای خانواده‌ام در قطر نبود، بلکه در سوئیس و در قلب اروپا برام رخ داد. من اروپایی هستم، اما فکر می‌کنم به خاطر کاری که ما اروپایی‌ها در 3000 سال گذشته در سراسر جهان انجام دادیم، باید برای 3000 سال آینده عذرخواهی کنیم. اینفانتینو از رسانه‌های مختلف خواست بازیکنان و مربیان رو با انتقادات مختلف تحت فشار قرار ندن. هر چی می‌خواید از من انتقاد کنید. من برای همین موضوع اینجا هستم. اما به بازیکنان و مربیان کاری نداشته باشید. بگذارید مردم از جام جهانی لذت ببرن. رئیس فیفا همچنین از افزایش 600 تا 700 میلیون دلاری درآمد فیفا از جام جهانی 2022 قطر خبر داد. افزایش حق پخش، حامیان مالی و همچنین بلیط فروشی از جمله عواملی بود که سبب افزایش درآمد فیفا شد. جیانی اینفانتینو همچنین در رد نژاد پرستی و مسائل سیاسی در فیفا هم گفت: من اکنون احساس میکنم یک قطری، یک عرب، یک آفریقایی و یک کارگر هستم. من اینجا نیستم تا از قطر دفاع کنم، بلکه اینجا حضور دارم تا از عدالت دفاع کنم. قطر خیلی خوب توانایی‌هاشو برای میزبانی جام جهانی ثابت کرد و این انتقادات درست نیست. و سرانجام این که مرد سوئیسی در پایان از همه خواست دیدگاه‌های حقوق بشر خودشون رو به کسی تحمیل نکنن. فیفا هم در پی اجرای حقوق بشره، اما با روش خودش. با همین روش‌ها تونستیم به دستاوردها و موفقیت‌های خوبی برسیم. محسن سیفی، خبرگزاری صدا و سیما.